سلام بینندگان گرامی، منظور شماست نشر نوبتی برنامه عرفان. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای جامعه نوین تاجیک، برای مردم کتابخوان و کتاب دوست که خود از ازل کتابخوان و کتاب دوست بودند. سعادت همیشه با کتاب بودن و از کتاب برای خوشبختی و سربلندی بهره بردن را هدیه نمود. این آزمون با فروغش برای جامعه ما راه فردای درخشان و آفتابی را هدیه کرد. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. قهرمان امروزه ما نیز غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. بایزاده مروارید می باشد که محض مهر به اندازه کتاب او را به این میدان سبقت، به این میدان فروغ صبح دانایی وارد نمود و موفق گردانید. نعمتی بی‌بها، گنجینه سخن و خزینه علم و دانش و معرفت این کتاب است. کتاب معجزه است که شبیه آفتاب زرفشان با نورهای زرحلش به عالم دلها نور و ضیا می‌بخشد. کتاب با صحیفه و حرف و سطرهایش در نظر چند ورق کاغذ عادی نماید هم، ولی این اوراق تراوت بیان و اندیشه هاست. این اوراق صحیفه خاطرات و خزینه جواهرات معنی هاست. مطالعه کتاب کس را با بهترین عالم پراسرار که جهان را روشنی و سرور می‌بخشد آگاه می‌سازد. شخصی که پیوسته در مطالعه کتاب می‌کوشد درخت پرثمری را می‌ماند که میوه‌های آن هر لحظه انسان را جان، هستی و توان و ایمان و وجدان می‌بخشد. کتاب سرمایه خیرت، ثروت بی‌بها، کان گنج و معرفت و جمع الفاظ نکوست که انسان را به راستی و راستکاری، خردمندی و مردانگی و متانت و بزرگی هدایت می‌کند. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه دستیاری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست. در حقیقت امروز ما پیش از همه باید شکرانه از دوران استقلالیت کنیم که راه ما را برای آموختن و مستحکم کردن پیوندهای ادبی با ادبیات جهانی و معرفی کردن ملت خود در بین قوم و ملت‌های گوناگون دنیا یک شرایطی بگیم فراهم به جا آورد. چون که امروز ما در دوران زندگی کرده ایستادیم که جهان را محض توسط علم و فرهنگ باید تسخیر کرد. مردم ما هزار ساله ها باز با کتاب سر و کار دارد. مردم ما از ملتی هست که صاحب تمدن است، تمدن آفر است و این در تاریخ زیاده از هزار ساله ها مردم ما محض توسط صاحب قلمان معروفش با آثار باقی مانده آنها توانست که ملت ما را، زبان ما را به جهانیان معرفی کند، شناس کند. و از همین سبب امروز تمام مردم دنیا ما را با آثار بزرگان خود در سیمای حکیم فردوسی طوسی، شیخ سعدی و خواجه حافظ، مولانا تا به استاد عینی امروز ما را میشناسند و احترام هم میکنند. عشق کتاب، دوست داشتن کتاب، ارزش‌های اصلی ملی باز از سر نو بیدار شد و من نیز یک نفری هستم که کتاب رو ارزش از همه بهترین در عالم حساب میکنم و استراتژی مشهور بودن و که استراتژی جهانی بودن پیشوای معظم ملت رو از اون احساس میکنم که در همه جنبه ها، در همه ملاقات ها، در همه پیام ها و در همه واخوری ها او البته پیش از همه اون حصه رو، اون قسمتی رو انتخاب میکند که و اون قسمتی رو پیشنهاد میکند که در اون ضرورت پیدا میشود. سالهای اخیر کتاب خواندن سببی که تکنولوژی بسیار با جوش و خروش به پیش میرفت، پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور امالی رحمان همین آزمون‌های جمهوریوی و میان آوردم و ببینید که باز یک چیزی نو آغاز شد، یک تیمی نوی بلان برداشتن فرهنگ، احیا کردن باطنی اصلی کودکانه و یا که جوانهای تاجیک. آزمون این سالا جالبتر بود.
مردم زیادتر تلاش می‌ورزیدند. هر نفری می‌خواست که جای را سزاوار باشد. وقتی که ما اشتراک می‌کردیم و می‌شنیدیم که مردم چقدر کوشش می‌کنند از زینه یکم تا زینه‌های دیگر، رقابت‌ها خیلی شدیدتر بودند. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. کتاب چقدر که در نامگوی آزمون است، فروغ صبح دانایی است. یعنی که چقدر کتاب خوانیم همین قدر جهانبینی ما وسیع می‌گردد و این روزها که این آزمون ها با ابتکار محترم جناب عالی برگزار گردیده ایستاده است، به محتوا معلوم است که چقدر جوانان ما، چقدر خردسالان ما، چقدر کودکان و نورسان ما توجه به علم و دانش و کتابخوانی دارند و چقدر داوطلبان، چقدر اشتراکچیان این آزمون به شمار زیاد گردیده ایستادند و فکر میکنم که برگزاری چنین آزمون ها، یعنی آزمون های فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، تو قلب تاجیکستان دوشنبه، چقدر آزمون هایی که نسل نورس را بیدار کرده است و چقدر به شوق جوانان و نورسان و آموزگاران و دانشجویان ما در این آزمون ها اشتراک ورزیده غالبیت به دست می آورند و جهان معنوی خویش را بوی می گردانند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. با تشبوس پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طول چندین سال است که در سراسر کشور عزیزمان برگزار می‌گردد که در جامعه ما انسان را به سوی کتاب و کلام، دانش و معرفت روانه می‌سازد. هر کسی که به این آزمون قدم می‌گذارد در اصل به سیاحت معنوی می‌پیوندد که در آن کتاب راهنما، سخن راهبر و دانش نور است. این آزمون نه تنها رقابت عادی بین خوانندگان یا آموزگاران است، بلکه هدف اصلی آن زنده نگاه داشتن علم و معرفت، حکمت و فرهنگ در دل نسل جوان می باشد. در این آزمون نوابسته به سن و سال تمام قشر جامعه از کودک 7 ساله تا مرد سالار 70 ساله اشتراک می‌ورزند. در برابر خوانندگان و دانشجویان همچنین آموزگاران نیز در این آزمون فعالانه شرکت می‌ورزند. مروارید بویزاده از زمره چنین آموزگاران به شمار می‌رود. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است نه تنها یک آزمون، بلکه این آزمون توانست که ما را با دیگر چهره ها، با دیگر دانشمندان شناس نماید. علاقه ما وقتی که در این آزمون اشتراک نمودیم، از پامیر و خوجند و ختلان و دیگر جاها به خود شناس پیدا نمودیم، دوستی پیدا نمودیم. ما در این آزمون به همدیگر رقیب نبودیم، نسبت همدیگر غمخوار بودیم، همدیگر را دستگیری می نمودیم. آن چیزی که نمیدانستیم از همدیگر میپرسیدیم، به همدیگر میفهماندیم، به همدیگر مهر پیدا نمودیم و رابطه دوستی نیز داریم. در حقیقت در هر یک دور زمان در حیات جامعه حادثه های مهم اجتماعی به وقوع می آیند که و یک تکان بزرگ در پیشرفت این یا آن جبهه های حیات آدمان می گردد. از سال 2019 آغاز گردیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. محض به آن حادثه های اجتماعی متعلق است که در حیات جامعه مخصوصا نورسان و جوانان دگرگونی های کلی را به وجود آورد. به سبب نیست که ما تاجیکان را خلق و ملت صاحب کتاب، صاحب مکتب، صاحب زبان، صاحب ادبیات و تاریخ و فرهنگ قدیمه داشته تمام دنیا میشناسد و ما با تشبث و دستگیری سرور کشور پرزیدنت جمهوریمون پیشوای ملت امامعلی رحمان برگزار گردیدن این آزمون یک بار دیگر اثبات کرد که ما عادت و عنعنه های قدیمی خود را گم نکردیم و هیچگاه گم نخواهیم کرد و تشکیل و برگزاری همین آزمون یکی از عامل های مهم است که امروز از کودکان سن تا مکتبی تا بزرگسالان رو به کتابخانه آوردن
وقتی که سال 2019 اولین مرتبه آزمون برگزار گردید، من یک چیز رو تخمین کردم که وقتی نمایش دادن برنامه ها از رفت آزمون، همه مردم توجه به آینه نیلگون کرده بودند. هر یک با طور خود با اشتراکیان صحبت غایبانه میکرد خود به خود. هر یک به مهارت و شعرخوانی، سخندانی، سخنرانی، سخنوری بها دادن به آبرزهای قهرمانان بدیعی را دیده به طور خود آنها را قبول میکرد. و امروز من گمان میکنم که بعضی آدمانی که حتی دایر به کتاب‌های بدیعی تصورات نداشتند، از تماشای این برنامه ها دنیای معنوی خود را خیلی بای غنی گرداندند. و برابر اون که اشتراک کنندگان خواندند، دانستند، شناختند، خود را معرفی کرده به مردم شناسانده توانستند، آدمان دیگر نیز درباره آنها معلومات قوی پیدا کرد. اگر ما از نگاه پسیکولوژی به این روند نگاه کنیم، این هم یکی از عامل‌های اجتماعی شوی خرد بزرگسال جامعه، یکی از عامل‌های بای غنی گرداندن عالم معنوی، یکی از عامل‌های شناس شدن به زبان قدیمه، شیرین، پرمحتوا، حلاوت بخش زبان تاجیکی می باشد. امروز اگر ما در دوران استقلال نظر اندازیم، میبینیم که در حقیقت با تشبوس پیشوای ملت در جمهوری ما آزمون‌های زیاد تشکیل کرده شدند و یکی از آزمون‌های بهترین ما این آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. این آزمون توانست که توجه همه خرد و کلان را به سوی خود کشد، باز از نو رو به علم و فرهنگ بیارند، دانش آموزند، تاریخ خود را دانند. پیش از همه این آزمون ها در سیمای ما، در روحیه ما یک خودآگاهی و خودشناسی ملی را با وجود می آورد که ما از گذشته خود با خبر باشیم، تاریخ خود ما دانیم و در جهان پرتلاطم این روزه توانیم که با فکر و اندیشه های انسان پرورانه خود تأثیر خود را رسانیم. زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است. درشتم هر کی می خواند خطا اندر خطا کرده است. به مثل کوه یک رویم بسان چشم حق گویم. چونین بودم چونین باشم که انسانم خدا کرده است. میان کوها بگریختم از دست جبر و ظلم. به من تاریخ سنگدلی جفاروی جفا کرده است. جدا بودم ز همخوانان که بی پول بود دریاها. سری کوه و سری چشمه دلم از غم نوا کرده است. امید و آرزویم سوخت مانند حنای سنگ. دو بیتی و ربایی ناله‌ام را بی فنا کرده است. یکی گفتی تو ایرانی، دیگر گفتی تو تاجیکی. جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است. مروارید بایزاده از آوان خردی به ادبیات و آثار نیاگان میل و رغبتی به اندازه داشت. همه نمود اثرها را می‌خواند و از برنمودن شعر و غزل و دیگر آثار ارزشمند نیاگان را از مشغولیت‌های دوست داشته‌ترین خود می‌دانست. اثرها را می‌خواند و از آنها جهان معنی می‌برداشت و راه خود را با نور آنها منور می‌گردانید. محبت به اندازه نسبت به کتاب به کلامی بدیعی بود که او را به میدان دانش، به میدان سبقت علم و میدان فروغ صبح دانایی کتاب است وارد ساخت. هر وقت برآمد اشتراکچیان آزمون را از آینه نیلگون تماشا میکرد، باز هم شوقی در این آزمون اشتراک نمودنش بالا میگرفت. سبب اشتراک نمودن من در این آزمون در آن بود که من از خورده کتابخوانی و کتابداری را دوست می داشتم و همیشه از دوره‌های مکتب خوانیم در وقت‌های خالیگیم رفته در کتابخانه نشسته کتاب‌های ادبیاتی بچگانه را مطالعه می‌کردم. آهسته با مرور زمان تا به این مرتبه آمده رسیدم و تا حال من خواندن و مطالعه کتاب را دوست می‌دارم و همیشه در وقت‌های خالیگیم به کتابخانه ملی می‌روم و در آنجا به کتابخوانی مشغول می‌شوم. وقتی که من این آزمون را تماشا می‌کردم، برایم یک
орзу و ҳаваси ҳамин озмун дар дилам ҷо шуд ва ҳавасам нисбат ба китобу китобхонӣ зиёдтар гардид ва пеши худ мақсад гузоштам ки тайёрии ҷиддӣ дида ба ин озмун иштирок намоям ва ин ҳам шуд. Ман тӯли 2 сол аввал тӯли 2 сол ман тайёрии ҷиддӣ дидам ва ин сол бори аввал аст ки ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намудам ва ин бароям муяссар гардид ки соли аввали озмун муваффақ гардидам. марвориди бойзода омӯзгори бисёр нозукфаҳм. ӯ ҳамеша дар дарсҳои худ аз шеъру таронаҳо гуфтанӣ мекунад, донишҷӯёнро ҷалб мекунад. маърифати ӯ, дониши ӯ, тарбияти ӯ чунон воло ва боло аст ки дар муҳите ки ӯ кору фаъолият мекунад ҳамеша аз будани ӯ мо фахр мекунем ва боварӣ калон гуфта метавонем ки дар оянда низ ӯ ҷойҳои аз ин баландтарро ноил мешавад ва ҳамеша кӯшиш ба он медиҳад ки аз омӯхтан, аз таълим гирифтан ва аз тарбия додани насли навраз дар ҷои аввал бошанд. муаллимаи зебои мо марворид боева низ дар дил ҳамин орзуу ҳавасро дошт. доим аз пайи омӯзиш ва аз бар кардани таърихи адабиёти муосир мегашт ва мехост ки ҳунару маҳорати худро дар ин озмун намоиш диҳад. ва ҳамин ҷидду ҷаҳд ва талошҳои муаллима буд ки имсол дар ин озмун ширкат варзид, дар номинатсияи адабиёти муосир сазовори ҷой гашт ва имрӯз муаллима бо як табъи хушу болида дар байни шогирдон, дар байни ҳамкорон як мақоми шоистаи худро соҳиб гашт. чунки ҳар кас дар ин озмун сазовори ҷойшида наметавонад ва ҳар кас ҳам ғайрати иштирок кардан дар озмунро надорад. марворид тавонист дар ин озмун бо як орзуву ҳавас, бо як боварӣ аз худ ширкат варзида ҷои сазоворро ишғол кард. тӯли 2 сол барои ин озмуни бонуфуз омодагӣ дида ва шумораи зиёди осори назмиву насриро мутолиа намуда аз ашъори адибони адабиёти муосири тоҷик шеъру ғазал, достон ва дигар навъҳои шеъриро аз худ намуда имсол дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик аз даври аввал то даври ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда дар даври ниҳоии он сазовори ҷойи сеюм гардид. вай ба озмун бо як тайёрӣ ҷиддӣ рафта буд ва бо баромади худ дар назди аъзои ҳакамон ки дар он лаҳза бо либоси миллии тоҷикона дар саҳна баромад кард ба саволҳои аъзои ҳакамон ҷавобҳои дақиқу саҳеҳ гардонида сазовори ҷой намоён гардид. ин озмун дар ҳаёти муаллимаи азиз нақши бузург дошт. ӯ тавассути ин озмун роҳ ба сӯи илму дониш, маърифатро барои худ боз намуд. озмун ба ӯ имкон дод то малакаву истеъдод ва ҳунари худро санҷад ва онро такмил диҳад. соли аввал аст ки дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок намудам ва тавонистам ки то ба даври ҷумҳурӣ рафта сазовори ҷои намунавӣ гардам ва ин ҳам бароям муяссар гардид ва ба орзуҳои худ расидам. ҳадафи ман дар ин озмун на танҳо ғолиб омадан буд, балки худам хостам ки донишу маҳолату малакаи хешро ҳамчун як омӯзгори ҷавон муаррифӣ созам то ин ки дигар ҷавонон, дигар омӯзгорони ҷавонро низ дар ҳамин роҳия ҷалб намуда бошам. марваридбону як хонуми хеле болаёқат аст. тӯли 9 сол дар як ҷояги кор мекунем, чи дар чорабиниҳои фарҳангӣ, чорабиниҳои илмӣ хеле фаъолона иштирок мекунанд. хеле овози зебо доранд, сурудҳои хеле хушсадора месароянд. ҳама дар чорабиниҳо факултетӣ ҳаст ё ки донишгоҳӣ аст ё ки ҷумҳуриявӣ аст, ҳамеша дар он ин чорабиниҳо фаъолона иштирок мекунанд. ҳар як озмунда иштирок кардану ғолибиятро ба даст овардан нишонаи чист? Нишонаи меҳнат аст. яъне ки шабҳои бедорӣ аст ки сари китоб нишастан хондан. ин иродаи қавии инсонро нишон медиҳад ки чунки ҳар як кас хоби худро ним карда
یگان کار دیگر را اجرا کردن به همه اراده استوار ندارند. برای همین یک شخصی قوی اراده بودن در کار، یک شخصی بودن در کار که مقصدی گذاشته به رسیدن به کوشش نمودن. در مروارید بانو چنین خصلت ها هست. از آن افتخار میکنیم که چنین کارمند دانشمند و با معرفت داریم که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی غالبیت را به دست آوردن. ما از این غالبیت مروارید ما دوباره خودمان را همچون غالب حس کردیم و افتخار میکنیم از این. کتاب دوست بهترین انسان، یعنی دوست بی‌غرض انسان است. کتاب در حیات انسان نقش اساسی دارد. وقتی که رو به کتاب و کتابخانه میاره، یعنی روحیه انسان، فکر و خیال انسان دیگر می شود. وقتی یک کتاب و دو کتاب مطالعه میکنی، علاقه در یک جهان دیگر خودت را تصور میکنی. این کتاب بود که بعضی چهره هایی که پشت پرده بودن ما آنها را نمیشناختیم. توسط آن همین کتاب چهره ها و دانش و ملکه و مهارت آنها را ما شناختیم. شخصا من همین توسط کتاب به این راه موفق شدم، به این جایزه ها نایل گردیدم. یعنی همه روزه من در کتابخانه ملی نشسته آنجا کتاب مطالعه می کردم و از همین کتاب بسیار چیزها را در تجربه خود، در تجربه زندگی به خود گرفتم. در برابر همه این، مروارید بویزاده، معاون دکان اوید به کارهای علمی و یکی از آموزگاران فعال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی می باشد. در برابر غالبیت در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. معلمه عزیز در بسیار چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی و آزمون‌های دیگر از قبیل کدبانوی بهترین تو قلب تاجیکستان دوشنبه فعالانه اشتراک می‌نماید. آموزگاری بسیار صاحب قدم بوده، همیشه کوشش میکند عزیم‌های معاصر بهره‌ور باشد. با آموزگاران، با همکاران بسیار مناسبت خوب دارد. همه در کلکتیو او را هم دوست می‌دارند، هم احترام میکنند. دانشجویان همیشه بر سراغ آن کس بودند که معلم کجا باشند، زیرا درس‌های فرهنگی و مناسبت او با دانشجویان بسیار خوب است و او همچون یک آموزگاری خوب حسابی قدر میتواند که در آینده سطح صفت تعلیم رو باز هم بلندتر بردارد. همیشه در کتابخانه ها بودند و همیشه کوشش میکردند که به درجه رسیدهشان نایل شوند. یکی از اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی بایزاده مروارید می باشد که آن کس را در دانشگاه همگان می شناسند، در همه کارهای جمعیتی اشتراک فعالانه دارند، بر ضمن آنه که با دانشجویان درس میگویند و وقت یافته باز خودشان با مطالعه کتاب بیشتر و بیشتر مشغول گردیده در این آزمون اشتراک کردند و غالبیت به دست آورده فخر دانشگاه ما گردیدند و بایزاده مروارید با ضمن آنه که درس میگوید در آزمون ها اشتراک میکند، در چاره‌بینی‌های فرهنگی نیز اشتراک فعالانه دارد. ما معلمه رو همچون بهترین شخص میشناسیم که نه تنها در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک میکنند، بلکه در حالت ضروری وقتی که با مصلحت و مشورت مراجعت میکنیم همه وقت جوانان رو دستگیری میکنند. نه تنها برای دانشجویان، برای ما کلان سالان حتی اون کس نمونه عبرت هستند و شاید همین صفات‌های نیک این کس مدد کرد که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است غالبیت را به دست آوردن و در وقت همه گونه چاره‌بینی‌های فرهنگی، همه چاره‌بینی‌های مثلا جشنی که در دانشگاه ما برگزار می‌گردد فعالانه اشتراک می‌کنند و معلمه با برابر اون که از عهده وظیفه‌های کسبی خود با موفقیت می‌برآیند، خود را تکمیل دادن، مشق کردن، تمرین نمودن شب و روز و کوشش کردن که با موفقیت نایل شوند و باز همین را تاکید کردن میخواهم که اشتراک کردن چنین آزمون ها از هر یک انسان مهنت، زحمت، وقت را طلب میکند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. یک حرکت بزرگ فرهنگی است که امروز به یکی از رمزهای معرفت، کتاب دوستی و خودشناسی جامعه ما
تبدیل یافته است. این آزمون است که کتابخوانی را ارج می‌گذارد، معرفت را قدر می‌کند، جوانان را به جستجوی دانش هدایت می‌کند، استعداد را می‌یابد و روی صحنه می‌گذارد، اعتماد خوانندگان و دانشجویان را به خود افزون می‌کند، رشته‌های رابطه بین نسل‌ها از کلاسیک تا معاصر را به هم می‌پیوندد. فروغ تنها آزمون نیست، یک مکتب بزرگ فکر، مکتب سخن، مکتب معنویات است که اشتراکچی در روند آمادگی و اشتراک تجربه های ارزشمند به دست می آورد. این آزمون کتابخوانی را زنده می کند، مهارت های تحلیلی و سخنوری را انکشاف می دهد، باوری شخص را به خود قوی می سازد، هوسمندی به آموزش را زیاد می کند و از همه مهم از جوانان شخصیت های صاحب فکر و خودآگاه می سازد. کتاب افروزه در چلچراغ جان انسان است. فروغ صبح دانایی فروغ تاجیکستان است. برج فانوس دل دریای ایمان تاجیکستان، مطلع زرین خورشید خراسان تاجیکستان. از ستاره نیست کندیل‌های چرخان در مدارت، محور منظومه کیهان سامان تاجیکستان. چون عقابان ناظری بر مرز پهنای سرزمت، از فراز قله کوه بدخشان تاجیکستان. حکمت سینا و شعر رودکی مشکل نداند، مشکل نبود که پیشت نیست آسان تاجیکستان. وحدت خطلانی و سغدی و رشتانی ثمر شد، از نمنگان تا سمنگان همدل و جان تاجیکستان. ای سعود به سکوت به سقوط جاویدانه، نردبان آسمان علم و عرفان تاجیکستان. در تو بودن سهل آسان، با تو بودن سخت مشکل، بهر تو هر لحظه باید بود انسان تاجیکستان. خوشبختانه امروز این آزمون توانست که خرد و کلان را جمع بیارد، رو به کتابخانه ها بیارند، رو به کتاب بیارند و این هم یکی از آن عامل های هست که از نو احیا کردن کتابخانه ها، از نو بیدار کردن مردم ما با واسطه آموزش، با واسطه که فرهنگ و مدنیت خودشان توانند با دانش خود به جهانیان پیشنهاد کنند. آزمون فروغ صبح دانایی توانست که امروز با مردم ما یک پیشروی، یک قدم های مستحکمی را برای پیش گذاشتن از نو احیا کند و امروز خرد و کلان از پی کتابخوانی اند، خرد و کلان از پی واریدشدن به کتابخانه ها است. این با آن آورده می رساند که کتابخانه ها هم در دهات هم در مکتب های تحصیلاتی همگانی از نو بنیاد گردند، از نو آباد شوند و صف خوانندگان در کتابخانه باز هم زیاد شود. در برآمدهای همیشگی خود پیشوای معظم ملت تاکید می نمایند که من در سیاست خود ساحه معارف را همیشه پیش می گذارم. برگزاری چنین آزمون‌های جمهوریوی نشانه آن است که تا کدام اندازه حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف دقت مخصوص ظاهر می نمایند. زیرا امروز هم مشاهده آن می شویم که با سبب آزمون فروغ صبح دانایی یا که علم فروغ معرفت، یعنی که اختراعکاران، دانشمندان هم از نسل نورز هم در کلان سالان خیلی زیاد با مشاهده می رسد. برگزاری آزمون اهالی تاجیکستان امروزه را هوسمند کرده است برای علم آموزی، برای کتاب آموزی. زیرا از طریق گواه آن هستیم که جامعه که معرفتناک است، صاحب دانش هست، این جامعه همیشه پیش می رود، همیشه با بردباری ها صاحب می شود. از این لحاظ برگزاری چنین آزمون ها با جامعه امروزمان برای پیشروی جامعه امروزمان هم از جنبه سوادناکی، معرفتناکی شدن جامعه امروزمان خیلی با مورد حساب میکنم. باوری کامل دارم که این آزمون باز سالهای زیاد دوام میکند. نمینات های نو، هواداران نو، اشتراکچیان نو خردسال بزرگسال خود را پیدا میکند. ببینید بعضا اشتراکچیان تاکید میکنند که سال 5 است اشتراک میکنم، سال 6 است اشتراک میکنم. البته این گواهی آن است که خواندن
در بین مردم معرفی کردن کلام تاجیکی ادب شرقانه به عادت مبدل شده است، به یک طلبات باطنی هر یک شخص مبدل شده است. مخصوصا وقتی که در برنامه‌های تلویزیونی، در کانال‌های گوناگون بهترین اشتراکچیان رو با خوانش بهترین، لفظ بهترین، محاکمه‌رانی های بهترین نمایش میدهند، من اطمینان کامل دارم که هر یک تماشابین نه تنها از وی لذت و حلاوت میبرد، کوشش میکند که چنین عمل رو، چنین صفتهای شخصیتی، چنین هنری سخنوری رو او هم داشته باشد و به سبب نیست که گاهو نجنبیده در جای است ما آنها رو تا آخر تماشا میکنیم. این هم یک بالاروی فرهنگ، هم عامل زیاد شدن شوق و رغبت مردم به کتاب و کتابخوانی، قدر کردن خوانش زیبا، حلاوت بردن، یک حسیات استتیکی زیبای آفرین در آدمان تشکل میدهد. من یک چیز رو تاکید کردم میخواهم که از همه مهم اون است که در این آزمون آدمان کسب و کار گوناگون، سن و سال گوناگون اشتراک میکنند. امروزها با باوری کامل میتوان گفت که رابطه کودکان، نسل نورس و تمام جامعه با کتاب و کتابخانه بیشتر و قوی‌تر گشته ایستاده است. امروزها با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشورمان آزمون‌های سطح جمهوریوی برگزار می‌گردد. علل خصوص آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است که مقصد اصلی آن جلب بیشتر قشر جامعه با کتاب و کتابخانه و دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان می باشد. این آزمون با یک شکوه و شهامت خاصه طول 7 سال است که در سراسر کشور عزیزمان برگزار می گردد و غالبان خود را پیدا کرده ایستاده است. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عرفان. تا دیدار نوبتی، خیر.